او بچه چی یک آب و هوای اسلام خدا امروز. اینما تو یگان روز از دفتر بیاییم یگان جای چکر بزنیم چی کیف میکنه به خدا. امی آب و هوا و امی باران و امی میله‌ای که ما امروز کردیم خیلی کیف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های گرامی، مهربانای ما، عزیزای ما، وطندارای ما. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. امروز کوچک شما احمد نوید حیدری باز در خدمت شما هست با یک گزارش بسیار جالب و ویژه. امروز آمدیم یک جای بسیار مقبول. از این درخت‌ها شما 100% فهمیدین ما کجا هستیم. امروز آمدیم به منطقه تپه گلغندی و خواستیم از این منطقه یک گزارش تهیه بکنیم. چه یک جای مقبول است به خدا. از زمان که آمدیم هیچ دلم نمیشد که از اینجا پس میده برم دیگه. من حالا گفتم میشان که مرا وارین که میشه همینجا یک خیمه بزنیم، میشه همینجا باشیم. راستی که می چکر بزنی و اینم تا جاها بیایی خوب کیف میکنه. خواستم از این منطقه امروز براتون گزارش بگیرم. نام خدا خوب بیروبارک است، خوب جمع جوش است که مردم ما صحبت بکنیم. مردم ما چقدر خوشحال هستن که امروز آمدن یک دقیقه تفریح میکنن و میله میکنن و آمدن کمی آب و هوای خود تغییر بدن و عوض کنن. ماشاءالله افغانستان ما و شما چقدر سرسبز است و چه جاهای زیبایی داره. و موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم هم برابر با می محیط ما و با می آب و هوا انتخاب کردیم که اگر ما و شما یک دانه نهال غرس بکنیم چقدر وطن ما و شما سرسبز و مقبول میشه، چقدر محیط و طبیعتش زیبا میشه. و این خب وظیفه ما و شما هم هست و اما وظیفه هر فرد از این کشور هست که برای وطنش، برای مادرش، برای ناموسش خدمت بکنه. و چقدر زیبا است که امروز ما و شما همین کارا بکنیم و حداقل یک دانه هم نهال شده غرس بکنیم. خدا کنه که برنامه امروز من مورد پسندتان قرار بگیره. دیگه میرم صحبت‌های خود را آغاز میکنم. ما رو بیننده باشین که چی صحبت‌ها داریم و چی قصه داریم در این محل. ماشاءالله 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 ماشاءالله. بیخی ما میگم امت عکس‌ها فکس آمده مونده نباشین. خیرت بخیر هستین؟ خیرتی است، بخیر است، چیال دارین؟ خیرتی است، بخیر هستین؟ چیال دارین؟ بیادر خوب هستی؟ چیال داری بیادر؟ جان جور است. شما دیگه در کار هستین، شما را مزاحم نمیشیم. نام خدا نام خدا. ایتو نام خدا عکسای خطرناک هم گرفته رئیس که بسیار خوب هستی بیادر؟ جان جور است، خیرتی است، چیال داری؟ بخیر آمدی؟ بخیر باشی. از کجا آمدین؟ از کابل. ابتدا یک معرفی بکن خودت برای وطندارای ما که ببیننت. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا نبیمال ولد هیچ وشی چی بگیم دیگه ولد شبان فقط همون نام تو ولدش دیگه باشه راز بچه شما زیر تاثیر میرین. خیر مشکل نداره. از کابل اومدین؟ بله. چند بجه اومدین؟ ساعت 1-2 بجه بود. هم تایم ما اومدین دیگه. ما تقریبا هم 1 بجه 1:30 2 بجه بود که رسیدیم. چطور است نام خدا و هوا؟ ولد طبیعت دیگه میفهمید دیگه طبیعت اوکی است. خیلی مزه‌دار است. چند نفر اومدین باز؟ ما 1-4-5 نفر هستیم بچه. مزه‌دار است مگم. آب باوش خراب است. چرا؟ آلوده است میبینی. قربان چاوم ای آلوده نیستی غبار است که پایین شده. باران است مردم تر میشه دیگه. باران خو نعمت است دیگه. چطور بخواستی خیلی در روز بارونی و در روز جمعه؟ هفتم کن نعمت است. خیر ببینی خود در این شرایط فعلا ما شما برای آب و چون در قطعی آب و کمبود آب مواجه هستیم. این باران ها دیگه برای ما شما رحمت پروردگار. او چی رحمت است او خو رحمت است ولی غضب خداوند شده که چیز مردم از سیل برده، چیز مردم دیگه در غم و غصه گرفتارند. تو امروز هم یک سایت سعی نمیاد که تو دلت درد نه والا تو عکس نیست. همه کل گپ اینمی آدم است که از کابل تا اینجا اومده، اینجا که اومده بارش میباره و غبار. خب چقدر وقت میشه دیگه هستین؟ از امی خیلی وقت شد. خب تولد ما هم دیگه هر جمعه اینجا میایین یا نه یگان وقت میایین؟ نه دیگه هر وقتی که دل ما شد میاییم. چه مصروفیت داری خودت چیکار بار؟ من موتر دارم. خب این بچه‌ها رو از کابل خودت آوردی؟ نه یا دیگه بچهای همه و خاله هستم تو چکر میمان آمد یعنی جا
خطشان گفتی بیا که ببرمتان یک چکر. آه. بشک والا بشک. از این بر ما بگو که هر جمعه مقدر بیروبار می باشه یا نه یگان وقتی رقم بیروبار نام خدا خوب جمع و جوش است و مردم اومده و لذت میبرن. خود جمع جوش خاطر اینمی یک گل ارغوان از این وقت ارغوان مردم خیلی زیاف میه و غیر از او دیگه تو کسی نمیآید. همین گل ارغوان که شد میآید روزای جمعه. امسال خو کمک باران شد اگر اینجا خوب میله گودی پران بازی آه میشه. خیلی گودی پرانا می باشه در وقت شال خود باران است کسی قیل نمیکنه. دل تمام از امو خاطر که گفت که ما خسارت فهمیدیم. چی گفتنی و پیام داری برای مردم وطن دارای ما؟ با مردم های چیز گفتنی نداریم. یک سلام خوش تقدیمشون میکنیم خلاص. خدا کمتون نکنه. بخیر باشین. صحبت‌های خدا می داشته باشیم وطن دارای نازنین. ما رو بیننده باشین. بریم ببینیم که بیادرهای ما چی میکنن. سلام علیکم. ماندن جان جور است. بخیر هستی؟ چی داری؟ خوب هستی انشالله. بخیر هستی؟ یک چند دقیقه قصه کنیم. والا خب شما کلمو برای چکر صادری اومدیم. خوب هستی انشالله. بخیر هستی؟ خیر نصیبت. یک معرفی کو برای وطن دارا خودت. احمد آباد هستم از ولایت پرنام. از این منطقه هستی؟ از این چالکار. بشکت است والا. از این نزدیک هستی؟ از این منطقه پایین گلم. خوش به حالتان بیادر. در چی یک منطقه زندگی میکنی؟ والا بهترین جا هست. هر جمعه کتندی والا میایی؟ هر ما بشکت است. شما دیگه چند سال هستی؟ 21. من خب میگم که یا زود پیر نمیشن. دیت یک آب و هوا و دیت یک منطقه که زندگی بکنی دیگه شما اید با چکر میله جای والا ضرورت نداره. بهترین جا پروان. همونطور تنهایی جنه زیاد جا داره. بشک والا. بلند است. استکوتب داره است. توتم داره است. آفرین. دیگه جا داره سالنگ است. جبل سراج است. سید خیل است. خیلی جای خوب. میری او جایم دیگه. می جمع رفیقا وندی والا. امی جمع رفیقا وندی. بشک تان سالا بشک. امی جوانای ما که یگان جای چکر نره، یگان جای میله نره. این متندی والا یک جایی نشه کی مزه میته دیگه بازم جوانی تیر میشه و اینمی خاطرات میمونه. یا آخر دا هفته که میباشه مصرف میباشه کلگی باز روز ما که میشه دوستا رفیقا جمع میشن چکر میله. چی مصروفیت داری خودت؟ وظیفه دارم. دولتی. برو گوش راز باشه. گوش راز باشه. خیر ببینی. موضوع امروز ما غرس کردن نهال است. ما خو اینجا آمدیم امروز ای آب و هوا را میبینیم، این زیبایی را میبینیم. اگر هر فرد افغانستان، هر فرد وطن یک دانه نهال غرس بکنه چقدر زیبا میشه شعار. چقدر مسئولیت داریم در مقابل وطن خود، در مقابل محیط خود، فضای خود. مسئولیت هر تک شهرونداست که باید کار بکنند. ولی اگر مشکلات که اقتصادی و چیزا که مردم هست که زیر فقر هستند کسی که توان داره اولش خودم یک بچه نتوان ما در دو ساحه و دو ساحه خدا میبینه دو ساحه و خودم ما سهم گرفتیم در نهال خودم ماشاءالله از شخصی جیب خودم. یک دانه نهال که غرس میکنیم برای محیط ما، برای ماحول ما، برای زیبایی وطن چقدر فایده داره؟ بسیار زیاد. یا باورم میبینی که خود جامعه جهانی اعلان کرده که آب و هوا تغییرات چیز اقلیمی است. خیر بسیار خوبه که آب و هوای وطن ما خوب باشه. بشک والا. این خب یک چیز است که کربن میگیره و اکسیژن میده. درخت خود اگه چیزی که مقبولی میده. برای شهر ما شما را مقبول میسازه، زیبا میسازه. آب و هوا را تصفیه میکنه. این خاک نمیگین، خاک چقدر مستحکم میکنه ریشه‌ای دیگه. خیلی فایده ها داره. خب چی پیام داری مردم و وطن دارای ما؟ والا پیام خاصی ندارم. خوش شدیم و معرفی شدم. تشکر همسایبتان دیگه. سلامتی. مستقیم پیش خودت خودت یک چند دقیقه گپ بزنیم. خیلی خوشحال شدیم بیادر جان. دام مدارجه ازی هستیم کشور ما از جنگ چیزا که هست امان باشه و جنگ دور باشه. دعای تمام ما شما همی است. خدا کمتون نکنه. بخیر باشید. خیر باشید. زنده و سلامت. یک جان تشکر.
باش که بیایم که صبر کن بیاید یک دقیقه قربان تمام شو رئیس تلفروشای شهر چاریکار ادی ساعت مسائل تو بیا یک دفعه تو را بان خیر او را بان تو چطور هستی؟ خب هستی خیرتی صافیت داری خیرتی هم خیر ببینی خدا کمت نکنه خوش آمده قربانت شم آلونو کمره که عکسم میگیری جان اینی کمره که فیلمم میگیره جان. هر دوش یک رقم است خیلی عکس ما پیش خود ما میگیریم تو ویدیو رو تیت میکنیم مشکل اینجا است بشکت والا خدا کمت نکنه خوب هست ان شاء الله خدا را شکر هزار بار از این منطقه هستی یا از طرف کابل اومدی نه از این منطقه هستیم جانم چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنیم وقتی تولد شدیم میگیم ولایت پروان زندگی میکنیم بشکت اینجا دیگه چی یک جای چکر جای میله است والا جای چکر پروان زیاد داره یکی جای مهمش هم گلگوندی است خیر ببینی هر جمعه میایین یگان وقت طبیعت لگید دیگه ما بالای خانه ما سر وقت دل ما شد تنیمیز است خیر ببینی بشک والا بشکتان است موضوع امروز ما امی غرس کردن نهال است چقدر وظیفه ما شماست چقدر ما شما مسئولیت داریم در مقابل از وطن که یک دانه نهال غرس بکنیم که اینم تو تمام شهر ما شما زیبا و مقبول شود این نهالا رو دیگه را غرض کردیم که ما اومدیم از طبیعت لذت ببریم بعد ما هم نهال غرض کنیم که یکی دیگه بیای عزیز باز فضای اما یک فضا رو ما هم بردگاه جور کنیم زنده باشی خب مسئولیت ما شما مسئولیت 100% مسئولیت ماست شما دیگه از چی یک آب و هوا و از چی یک فضای لذت میبرید خدا را هزار بار شکر یک جای زندگی میکنین بیخیام تو دل قلب ما خواست طبیعت. که از این کابل بیای به می طرف در قلب طبیعت بدون دود و غبار بشک بخدا بشک چی مصروفیت داری خودت دکاندار هستی دکان چی داری دکان صرافی ماشاءالله او بعد ناق گفتی چرا برو نمی گفتی ایش راز باشه امی بچه ها گفتن که نگو که صراف هستم نگو که صراف هستم این حال کل خرچ مصرف سر تو چپا میکنن کلی بچه‌ای که تمام اومدن کل از یای عکاری هستن خب همون بیادر ما که مصاحبه نداد رئیس تلفروش هاست پدرش رئیس تلفروش شهر چارکار اوهو ماشاءالله تو بیا نه حالا تو از دور ما یو انجام فرار کرد خب خدا کمت نکنه چی گفتنی و پیام داری برای مردم ما والا بای مردم پیام من ندارم چرا هرچی بگوی یا بگم نمیشن هرچی پیام بگوی نمیگیرن خیر ببینی همین وقت هم که گفتی همه وقتی هم که گفتیم هیچ عمل نکردیم خدا کمت نکنه خدا کمت نکنه بخیر باشی بیادر مرد دسته خیلی خوشحال شدیم خدا شوکت ما میری همینجا کدام جایی برتان جور کنیم خدا کمت نکنه بخیر باشی یک جان تشکر صحبت‌های خدا می داشته باشیم وطندارای نازنین ببینیم که دیگه چی گپ و دیگه چی قصه داره سلامی چیزی که فعلا بسیار ضرور است همینجا بیاییم سلام علیکم خب سعید الله اکبر قربان تام شو بیا بیادر خوب خستی بیادر جان جور است خیرتی است بخیر هستی جان جور است همین اندیوال چای فروش ما گریخ ها بخیر این حال ما چای از کی بخریم بابا در تو می آمدی که ما یک 12 ترموز چای کار داشتیم او چای نخرید دیگه چای فروش نیست دیگه خیر ببینی اصلا او دکاندار نیست هیچ دکاندار نبوده خیر ببینی میگم نخوا تو می آمدی ما یک 12 ترموز چای کار داشتیم دیگه اون این حالا می آیا تو باید که ما کدی بیادر ما گپ بزنم خوب خستی بیادر جان جور است خیرتی است چطور است فضا بیادر خوب است دیگه فعلا نمیت تو مگذره دیگه ساعت تیر شد امروز نشد شد دیگه کم و تام شد دیگه بیشک والا چی وقتی میایی زود میایی دیر بعد میایی چقدر وقت بعد اومدی فعلا دیگه امروز آمدین دیگه از کجا اومدی از کابل بخیر امروز آمدین بیشک والا چطور است آب و هوا چطور است بابا دیگه تو بارانی هست تب دلت بود امروز ساعت تیر شد یا نه تو دیگه ساعت ما تیر شد مگه رقمک فقط ساعت تیر نشده باشه شده خیلی ساعت ما تیر شد دیگه ها دای باران ساعت ما تیر میشه خیر ببینی این باران خو نعمت است دیگه نعمت پروردگار است ام یگان وقتی که بیایم که زیاد هفته و تیزم باشه مزه نمیکنه ام یگان وقت که باران نباشه که باز کی مزه میکنه کی کم مزه میته دیگه یعنی وقتش از دیگه گل ارغوان میره دیگه خلاص میشه دیگه این میاله که اگر
ازش عکس نگرفتی، ازش نامدی، لذت نبردی، یک چند دقیقه تابت خوش نکردی، خب وزیر رفته نیست دیگه. دنیا هم متره. دنیا هم تو رفتنی از دیگه. خیر. نمی وقت از دیگه که بدر بیایی دیگه، نمی جمعه کنی چای بخوری، بدر ارغوانا رو ببینی، عکس بگیری، ساعتت هم تیر میشه، خوشبخت هم میشی، بدر دیگه میشی دیگه. اینی که خوشبختش میشه دیگه، اینیش بسیار جالب است. اینی ده برام بگو که همین مسئولیت ما و شما در مقابل از این وطن که یک دانه نهال قرض بکنیم، یک محیط هم تو جور بکنیم، یک دانه نهال برای کشور خود جور بکنیم و قرض بکنیم، چی گفتنی دارید میباره؟ خیلی خوب میشه، وطن ما آباد میشه، سرسبز میشه، دیگه آبادی شما خوش میشین. خیر ببین. مسئولیت خودت در مقابل از این محیط چی است؟ خودت مثلا در مقابل از این کشور که میای از این درختاش لذت میبری، از این باغچه‌هاش لذت میبری، از این آب و هوا لذت میبری، چی است؟ خودت هم باید تو درخت قرض بکنی دیگه، نهال قرض بکنی که روز درخت چه برای یک 4 تا دیگه. زیر سایش مردم بیا بشینه، خوشبخت شوه. قرض کردی تالج؟ چند تا؟ جا. بشک بس والا، بشک. خدا کمت نکنه، بخیر باشی. خوب زنده و سلامت باشی. چیزو گفتنی اگر داشته باشی. ما در خدمت خیر نصیبه. چطور هستی؟ جون جور است؟ طال بیا روی تیسو کت بیا که چند دقیقه قصه کنیم، بیا کمک ایسو. نه تو چی مفروشی؟ تخم جوشونده؟ یا من خام؟ نه تخم جوشونده. خب دانه چند است؟ 10 روپه. حالا خود در بازار خامش هم 10 روپه است. ها؟ خیلی خود جوش میدی، که مصرف میکنی دی باران میای خیلی فایده چی شد؟ ها؟ 1 روپه فایده نمیده. روز چند تا بفروشی؟ 3 تا. 3 قالب. 3 قالب. 90 روپه. اما تو؟ باز از چند بجه تا چند بجه می کار میکنی؟ 3 تا دیگه. خانه تا نمیجا نزدیک است؟ خب ساعت 13 دیگه. هر دقیقه چکر میایی اینجا. ما این از کابل زور داده این از کابل آمدیم که در این منطقه یک دقیقه لذت بریم، طبیعت بکنیم، برای وطن دارای ما گزارش بگیریم. فهمیدی؟ چیزو گفتنی داری بر مردم؟ چی بگم؟ یگان تخم برد میکنه بچه یا نه؟ ها؟ این کل گپاش دمو هست. دیگه هیچ گپ نمیزنه. صحبتهای خودم داشته باشیم وطن دارا، ما را بیننده باشیم، ببینیم که دیگه چی گپ و دیگه چی قصه داریم. کم کم میریم طرف پایین، ما را بیننده باشیم. جان جور است، خیرتی است، بخیر هستی؟ چی حال داری؟ خوب هستی ان شاء الله، بخیر هستی؟ جان جور است. چطور است فضا؟ والا چی خدا وروره. خوب است نه؟ فارسی پویگه کنه؟ ز فارسی وایم تو پښتو وای. صحیح نشته. چی وخت آمدین بخیر؟ جلال آباد نه خو وخت راغلو، دلته کابل کې کاکا دو کرم، کاکا دو زی واده مې ماشاءالله ناس دی. خو روسیه زو بود؟ او روسیه ده. بشک والا. این اول اوراد چکر راواله دی. دیگه شرنی و روسی خودش شما را داده. اما ترسه؟ بشک تان است. از جلال آباد آمدین دیگه؟ بالکل. چقدر وقت میشه؟ در 3 روز کېږي. 3 روز میشه. خیلی خوب. چطور دیدی گلغندی را؟ دفعه اول ماسک آمدیم. اول خوبش بود نه بود؟ خوبش بود. چی کردن خدا سوختاندن؟ اونا مت هستن دیگه. همین داماد نسوزانین بگو دیگه شه خیر است. همین ما شما بسوزیم خیره، همین داماد نسوزه که بیچاره. مانده نباشی. خیر خیرت بخیر هستی جان جور از خیرتی است. خیال داری. خوب هستی ان شاء الله. بخیر هستی. این سر صدا شد بیادر گفتیم داماد نسوزانین. فارسی پویگه کنه؟ شاو نسوازوی. نه نسوازی ان شاء الله نسوازی. خوب هستی ان شاء الله. شکر به خدا. تاسو خسته خیر نصیبت. چطور است بیادر گلغندی چطور است؟ ډیر خسته ساعت څنګه ده؟ او ډیر خسته موسم هم دی او باران وریږي او ډیر ښه خوندم ترې واخیستو. خدا کمتان نکنه. داماد کدام است؟ این ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خیر خیرت بخیر هستین؟ خیرتی است. بیا این طرف زیر چتری ما که تر نشی که تو خود نازدانه هستی دیگه. یا څو ورځې نازدانه یم پوه شې نور بیا دا وخت ختمیږي دا کله کله یې که نه خیر ببینی انسان باندې په ژوند کې راځي
او دا ښې ورځې ښې شېبې پرې راځي نو باید په دغه ښې ورځو کې موږ د یو بل سره پاتې شو دا اوس دا ټول ملګري انډیوالان راغلي وو مشران را سره دی په چکر راوتیم بشک به خدا ما گفتم که بیادرم کاروسی که شیرینی عروسی خودش شما ردمند داده دیگه کلشون آوردی جا او شیرینی عروسی رو دادی دو زر راوسته ما دا نه دی راوستی خب او دې ټولو ما ته چکر برابر کړی خیر دی ببینی او چکر راته جوړ کړی دی زه په چکر راوسته اگه قنازت میته که زود زن بگیری والا نه ما خندیوال داریم ما هیچ ناز نمیته که ما یک زن دوم بگیریم نه دویم زن مکوه چې بیا به دوی وختان کم شي امیالم رفته از خودت هم نو است یک چند روز بعد خبرت میگیرم نه ما خازه به پختو کیم چې زه اوسه پورې ځوان یم ان شاء الله خو تم ځوان استی خو ما روسی نه وکدم مشکل نداره ته پښتو وایې زه فارسی وایم زما د واده اوس دویمه ورځ ده دوته چې په موټر کې م راتلم ورته مې په کلا راځي چې زه یېرېږم او قربانت شم امی ته فارسی پوهیږی امی مردمای سابق کاروسی میکرد تا یک هفته یک و نیم هفته هیچ بیرون هم برآمدن میگفتن که بیرون نبرای که نور نمکت کم میشه تو دی روز دوم چطور آمدی گلغوندی نه زه د واده نه مخکې د باندې نه وتم خو واده نه وروسته وځم واده نه مخکې نه وتم چې ما خلک ګوري کله چې زه شاوم بیا په هغې ورځ باندې وګوري چې ټول هیجانه شي پوه شي ببینی کله ګیره سرپرایز میکنی دیگه بشک دا سر راغله مشر ماما مې راغله ماشاءالله او مشر رور مې راغله ډاکټر حیات الله احساس دا چکر د پلان کړی تو بیا دکتر صاحب بیا تو دکتر صاحب که یک چند دقیقه گپ بزنیم مانده نباشی خوب است انشالله او اما تو راست که جگرش خونه است تو بیا دکتر صاحب کمک پیش بیا خوب خواست انشالله الحمدلله بخیر هستی جان جور است چیول داری فارسی پویی کنه واه زه فارسی وایم تو پښتو وایه صحیح ده مونږ هم پښتو پوهیږو خو لږ لږ صحیح خوب خواست انشالله الحمدلله چیول داری چطور از گلغوندی چطور بود بیخی خسته هوا ده و باران موریږي بس هر څه خیر بینی جلال آباد هم خوینم تو جایای تفریحگاه خوب زیاد داره ام وطن ما شما نام خدا کلش سرسبز است و خوب جایای مقبول داره این رقم یک جای بسیار لوکس و مفشن خوبش داره را ډیر زین لري در نور لري شینوارو طرف تشته ده ګړو طرف تشته ده ډیر زین شته ده خو هغه د سې چې سرک نه مخکې نام نه وي د ډیر خلک نه دي تلی کنه ډیر لوکس دی نشته خیر ببینید د چکر د پاره چند بجه اومدین امروز من خو نه وخت راو وس تیاری کړی دی وس طول خم نان مون هم خود نخوردین دیگه نه نه وس تیاری کوم نه او دیگشانش پلاقایشان صدا کشیده وګه کړه ده پوه دا ګوره خسته می خورم یا دیگه نام خدا مت بسیار مت یک دیره کلان از عروسی گریختن اومده تو بیا باجه بیا تو باجه بیا خوب خواست انشالله بخیر هستی جان جور از خیرتی هست چیال داری الحمدلله شما خودتم از جلال آباد آمدی بخیال هم یک تیم از عروسی گریختین کلتان اومده با چکر اومدیم اما ترس نه عروسی دیگه خلاص شد بخیر بخیر خلاص شد امروز روز ختم خیر بینی او قربان چام امی سابق همی داموت نمیموندن دیگه کس خانه قزود برای حال شما این بیچاره رو آوردین اینجا سابق وقتا زیاد تغییر کرده خیر ببینی این حال خوب که است این امیال خو نه این خو امیال بیچاره خنده میکنه خاص دلش خدا خبر است من برش گفتم چې رقم که خنده میکنیم دلش می رقم خوشحاله میشه ما چه والا ما زوم است کاکا حسین زوم است علی چیت میشه دامادتان میشه تو چی داماد فارسی نپویگی نه نه ولی فارسی نپویگی کم زنم فهمیدم بله ما خود فارسی وایم تو پښتو وای د خارج کردم خو بشک والا خای کل خرچ مصرف امروز در گردن خودت است بله بله خدا کمتان نکنه چی گفتنی و چی پیام داری برای مردم ما زه د ټولو خلکو ته دا پیغام لرم چې باید د یو بل سره مینه محبت وکړو یو څو ورځې ژوند دی په خوښۍ تیر کړو د خپل پرمختګ دپاره کار وکړو باید چې یو روښانه ژوند ځان دپاره جوړ کړو او په آینده کې ټول افغانستان دپاره د امن د سولې دعا کوو چې خدای پاک په دې وطن کې امن او سوله راولي او ټول راشي ګلغونډۍ ته ګلغونډۍ ډېر بهتره ځای دی د چکر دپاره کم مصرفه بیاین خو مقصد در روز اول دوم عروسی تا نبیاین همه ترس نه اول ورځ او دویم ورځ خوند کوي برو توکل به خدا خدا کمتان نکنه مجردان خدای تعالی دې زموږ ودونه په خیر په خوشحالي خیر ببینی برو خداوند شما را در مراد برسانه که بفهمین یک نان چند فطیر است دا د چی شنه نشروي دا د فراز استودیو ده او چینل یوټیوب هم نشر کوو او چینل یوټیوب هم په نوم فراز کاست ده
فراز کست یو شکست ده کنه دا شین یو دا کست ده. کست فراز کست سایس مننه. خیر بینه زنده باشین وطندارای نازنین صحبتای خودم می داشته باشیم قصان و خدای قد جالب است که دلم نمیشه از بیش از یا ما برم صحبتای خود با وطندارای دیگه خود می داشته باشیم ما رو بیننده باشیم ماشاءالله هم یک زمانه که خورد بودیم باز یک دانه شیرک یاد داشتیم که میگفتن گل را چی کنم گل ارغوان را چی کنم تو را دوست دارم دیگران را چی کنم حالا همی گل ارغوانه که سعی میکنم نه والا همی گل ارغوان سعی نام خدا چی طبیعت است و چی قدم لذت میبره قدرت پروردگار است که می گل ارغوان است دیگه همین تو از همین دور این رو باور کش میکنه آدم خدایی که خیلی مقبول و خیلی لذت بخش است که آدم میایه اینجا و تصویر میگیره صحبت های خدا می داشته باشیم ما اومدم که یک شات کوتاه براتون از این تصویر بگیرم که امی ما و امی گل ارغوان دیگه این کالای ما البته ارغوانی است گفتن همونه که ما یک رنگ هستیم ست هستیم دیگه ما ارغوان ینگیتان خوب است انشالله بخیر هستی جان جور است بیادر خودت خوب هستی شکر خدا شکر آرام چیال داری بخیر هستی استاد خودت خوب هستی بیادر جان جور بخیر هستی جان جور است خوب یا ختم خود زده ها جان یک اونجا پری من تو خوب شده ماک نشد دیگه خوب هستی جان جور است خیرتی است چی مصرفیات داری بیادر جان والا ورکشاپ دارم ورکشاپ چی موتورسیکل جنراتور زرنج بشک والا چطور است کاروبار الله مهربانه خدا از دستایت معلوم میشم دستای مستریا نام خدا مو تو قاق دستای کارگر ما که مایی که دست گرفتیم دستای مرد نیست نه دست مرد نه شما ما با چیز کار میکنیم اینال یکی طلا فروش است یکی آینگر دست آینگر خیر ببینی زرگر ای زدن آینگر خیر نه از ما هم زدن صحیح است خب مقصد زرگر از زرگر دیگه چطور است گنجشکک چطور گنجشکک هم 4 5 سورا تام می‌گوره بخیم تو گفتی مرا کل کابل افغانستان میشناسه 34 ولایت در گنجشکی بازی ما تسلیمه آفرین ای چی است ببینم گلسر سیره خان آفرین دیگه چی پرنده داری در خانه دیگه پرنده گلسر دارم سیره دارم سیره کناری دارم چوکر دارم بس خب دیگه پخته شوقی پرنده است یا خب سام سیاه 60 تا کافترام دارم بس خلاص نه دیگه بس خلاص تو دیگه رنجت گل است 4 5 گل بشکت است چی گفتنی داری برای وطن دارا گفتنی اشیر تقدیم میکنیم چقدر مزه‌دار امی هوای بارونی امی گلغوندی امی درختای مقبول و امی شعرهای زیبادرمو برو بخیر شعر عاشقانه نه یا عاشق نیستی یکم تون بودین خلاص شد دیگه چرا خلاص شد رفت نفر دنبال کارش اوه ای والا توی خود سنت تراژید شدی خرابی شد ما وزی عاشق هستیم عاشق پدر مادر آفرین تو خب فعلا من که میبینم پرنده‌هایت از یاد پرنده هم کده پدر مادر مهم عاشقی عزیز بشکت است برو بخیر شروع کو پناهش به خدا کرد میگه آقا بعد زغم عشق تو منال کلیسا میشم میرم دست میکشم از انجیل مسیحا میشم در کشتی عشقت گفته بودم من چون میشینم مثل نو یا به عشقت میرسم یا غرق دریا میشم اصلا مو خاطر در بارون آمدی که قدر غرق کنی ها
چی کنی؟ بیشتر از این گپا نگرد خیر. رفت دیگه خیر چطور میکنی؟ دنبال خونه آمدیم که تربیت کنیم. رفتگی رفت پیش آمدگی خیر ببینی حالی گنجش که بپره دیگه قفس شم میمونه خونه دیگه صدا تاش رفته دیگه آمده زو کده بالایش. آفرین. بشک تسوالا. تو هم کدام تو شعر گفته نیستی میگه؟ این تا بگو یک دانه شعر تا هم برام بگو. مگه گرچه زخمی شود نه میل به ملهم نکنم، سر بجز پیش خدا پیش کسی خام نکنم. بشک خدای حق هستی. ثبتش کو. بشک تسوالا. اینمی جواناست دیگه، اینمی جواناست. خودت هم صحبت میکنی؟ خدا کمتان نکنه. چی گفتنی داری برای وطندارا باعث آخرین صحبتتان؟ باعث آخرین صحبت همی چیزا داریم، گفتنی داریم. گلغندی پروان یا بسیار اجای خوب است. میشه با چکر آمدی تمام ولایت تک رفتی اره با پروان ما هم سر بزنیم. نه دیگه حالا ما از ایباباد زود سر میزنیم. من شاید یک 6 سال شده باشه که در این منطقه نامده بودم، ولی خب از ایباباد دیگه حالا اومدیم در افغانستان شکر زود میایم. نه سال چیز بیادر دیگه شاید 2 3 ماه بعد باز ما میجا باشه. ما در خدمت هستیم. 2 3 ماه بعد اینجا پاشه پر رو میزنه وقت ارخوان باشی دیگه. آفرین دیگه وقت باز دیگه نیست. خلاص است. خلاص. این من تا کبری شد ما باز میایم. ان شاء الله باز. خدا کمتان نکنه. بخیر باشین. خداحافظتان. بخیر. او گنجشکک تا ببر که یخش میزنه. خب بشک است. صحبت‌های خدا می داشته باشیم وطندارای نازنین، ما را بیننده باشید. ماشاءالله. سلام علیکم. مانده نباشین. خیرت بخیر هستین؟ خیرتی است؟ جانتان جور است؟ چیال داری باش که کلتان قبول بتم که خیرت بخیر هستین؟ خیرتی است؟ چیال دارین؟ باش که من اینجا استاچم در وسطتان بیای دیگه که یک جای شیم. خوب هست ان شاء الله. جان جور است؟ بخیر است؟ خیرتی است؟ خدا کمت نکنه. بیادر خودت خوب هستی؟ قربانت بخیر هستی جان جور است؟ شکر فضل خداست بخیر باشی. نام خدا. این بیادرمون نام خودت یک مقبولی داره. همین رنگ راخش فکس هم درختای ارغوان وارس. اینی بیادرمون. قربانت فکس هم تو جوان هستنی صحتمند است نام خدا. خوب هست ان شاء الله. بخیر هستین؟ خیرتی است؟ چطور از چکرات چطور است؟ نو رسیدین یا رفتنی است بخیر؟ آمده بودیم لالا. بشک شب هم اینجا بودیم. دیگه اینا پس نو رو خدمت کابل تا دادیم بخیر. اصل کیف شما کردین دیگه. بشک تان هست. بشک از کابل اومدین؟ از کابل اومدیم. کجای کابل می باشین؟ دمنای اول تاچقان عرفان. نه با آن کمی دستمالش هم باشه دیگه می قلندری است. خیر ببینی از همون چهره و ریش و میایش که ببینی میفهمی که نه یه تو قلندری است. بشک والا چی کنیم دیگه؟ قصابی هم میکنی؟ قصابی خو میکنیم دیگه خوب پیش تو خیر ببینی کسب پدری است. همین قصابی که کسب پدری نبود باز آدم دیگه قصاب شده نمیتونه. خیر ببینی یا کل گوشت شما فروشه یا کل استخوانش. 100% کل از او از خود سیستم داره تقسیم داره. خیر ببینی امورا میگم نه یکی رسایی کنی با یک نفر کل استخوان انداخته یکی رسایی کنی کل گوشت انداخته رفته تقسیم میشه با مدرقمش با سیستمش. بشک. خودت چی مصرف داری بیادر؟ ما بیادر مصروف قصابی هستم. من قصاب هستم. باز متر قصاب هستم که از پدرم قصاب هستم از مادرم قصاب هستم. دو طرفه قصاب هستم. خیلی تو دیگه پخته قصاب هستی. من پخته قصاب هستم. چی میکنی؟ بشکت است. ها؟ چی میکنی؟ آماده که چکر بزنه دیگه. خب ما شما کلا ما چپا شده. ما وزی که هستیم خود دکانای ما چپا شده. ما دو قاورده بودیم قدر دیر دمی چپاکاری و گلکاری بودیم امروز چکر زدیم. بشکتان است. از این قصابیت یک خاطره جالب بر ما بگو. از این قصابی می خاطره جالب. کدام لغت زده باشه کدام گرمشتی زده باشه. خاطره جالب از قصابی. خاطره جالب فقط از قصابی میره دارم بیادر که یک روز مالا را تا میکردیم. خیلی ببینید. گامیشا را تا میکردیم. فقط یک جای برابر بود که بلندی بود موتر استاد کرده بودیم. دیگه یک گامیش پایین کردیم. یکم بسار نبودی. این لالا تقریبا ما را 3-4 کیلومتر دوان. آخرم گریخت از پیش تو. گریخت از پیش ما. خود نمیمانیمش دیگه. آخر باز تورش کردیم گرفتیمش. قصابی دیگه اینه تو جنجالکا و اینه تو مشکلات خود داره. بیات بیا در جانی جو بیات نام خدا تو هم پهلوان هستی به خیالم. نه بوکسر است. آفرین. اصل رشته ما جداست. بخیر باشید. پیشکی تمرین میکنین.
پیش استاد اما سمک. خیر ببینی دوای صلبات که میشیشتی؟ بله. من نمیشناسیش. استاد یما را کی نمیشناسه؟ خیر ببینی استاد یما خو یکی از بزرگوارای ما هستن، یکی از استادایی هستن که ما خیلی واقعا احترامش دارم و پیر طریقت هم هستن. بله پیر طریقت ما هست دیگه، همونجا پیش تمرین هم میکنیم. به شک والا به شک. فعلا اکثر جنجال هست خود دور هستیم از تمرین. خب دیگه باز هم اگه ورزش میکنیم. نه خدا همین ورزشکار از دور صدا میکنه که ما ورزش کنیم. ما تو که لاغر هستیم. ما که شاد شد احمد یما سمک ماشاءالله میگه چی محشر میکنه جانا دو چشمان سحرخیزت، تو مولانای ما گشتی و ما هم شمس تبریزت. به شک والا به شک. خدا کمتون نکنه. چی گفتنی و چی پیام داری برای مردم وطندارای ما؟ تشکر میگه وطندارای عزیز ما جور صحتمند باشن دیگه، ان شاء الله سراسر افغانستان صلح باشن، مردم بیان طبیعتای افغانستان رو ببینن، گردشگرا بیان دیگه. پارزوی صحتمندی هم اگیره داریم، اگه سلامت باشی چی امر خدمت به ما برادر. خوشحال شدیم. همین جوانای ما را که نام خدا میبینیم که ورزشکار هستن، زحمت میکشن، کار میکنن، همین تو دل آدم شاد میشه، همین رگ خون آدم تو خوشحال میشه که میبینیم جوانای ما نام خدا هم ورزش میکنن، هم کار میکنن، هم تحصیل میکنن و درس میخوانن. واقعا آدم خوشحال میشه. خدا کمتون نکنه. خدا کنه که روز خوب و خوش داشته باشین و در کار و بارتون برکت. بخیر باشین. خدا کمتون نکنه. بخیر باشین. اگر همراه ما میرین لالا هزار دفعه یگان زر اسپند کو خودت. بچشم چرا نه. خدا کمتون نکنه. بخیر باشین. زنده باشین. صحبت‌های خدا می داشته باشین. وطندارای نازنین ما را بیننده باشین. ماشاءالله که چی اگه هوای تو باران هم دیگه تو قار هست دیگه. و علیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر خیرتی است؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟ بیا زیر باران چتری ما که تر نشی باران. گپ نیست، فضایی است که فضای خوبی است. خب جانا چی گپ است؟ سلامتی شما خوب است؟ خوش آمدین پروان ما. خدا کمت نکنه زنده باشین. از پروان هستین؟ از جان از این پروان. همین پروان ما که گفتیم ما فهمیدم که نه والا ما میمون هستیم شما میزبان. گپ نیست، ما میزبان هستیم. خوش هستین که والا اومدید از پروان ما دیدن میکنیم. خدا کمتون نکنه. تشکر سلامت باشین. واقعا یک جایی هم هست که آدم میبینه و لذت میبره از این پروان. دقیقاً هر چیزی که پروردگار خلق کرده چیز بی‌فایده نیست. به چیزی که خلق کرده انسان باید از چیزی که الله خلق کرده باید انسان لذت ببره. برای لذت بردن ما شما خلق کرده. این حال وظیفه ما شما در مقابل محیط چی است؟ که یک نهال قرض بکنیم که یک 4 نفر 4 سبابات بیای و هم لذت ببرن. خب یارا کلش همین مردم ما شما زحمت کشیدن، زیاد نهالا را مردم ما شما قرض کردن. وظیفه ما شما چی است در مقابل از این محیط؟ وظیفه ما در مقابل محیطی است که محیط ما را سالم نگه بکنیم و از زیادتر از مردم ما جمعاً به تفریح ایرم ازشون خواهش میکنم که همین اشغالی خود نندازن، چرا که این فضا و محیط خراب میکنه. همین ما شما که میایم چکر زدن میایم و آدمی چکر زدن وقتی میبینیم که یک جای بسیار می اشغالی و پلاستیک و بوتل یا افتیده همونجا نمیشینیم نه؟ وقتی چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران نپسند. خیر ببینی خیر دیگه چرا بندازیم ما کار ما شد خداحافظ. خب واسه نمیشه دیگه. راست میگی راست. به شک بیا در جان توی طرف ما بیا که تر نچی خیر بده زیر چتری خو باشی. خوب خست ان شاء الله. جان جور است. بخیر هستی خیرتی هم چی حال داری؟ جان جور است. چطور است گلغندی چطور است؟ خوب است. همینجا نزدیکاست خانه؟ بله همینجا پایین هستیم رفیقا جانتان بیادر که در چی یک جای زندگی میکنه. ای تا چی وقتی درختها میباشه باز؟ فقط همین هفته دیگه گلش کرده گلش میته کرده دیگه وقت خب باز دیگه خالی میشه؟ خالی میشه. همین نمیشه. خب یک بعد از این هر موسم یک موسم دیگه داره که موسم سبز ای که سبز میشه از این که مقبول تر میشه دیگه. شک والا ای دیگه ارغوان
پس میشه و باز برگای بروز میکنه دیگه، سبز میشه دیگه. خدا کمت نکنه. امیالم برگای سبزش برآمده دیگه. کم کم برآمده دیگه. موسم دخیل کرد فعلا. این زیادتر سیزن از این است 3 هفته، زیادترش 4 هفته است. باز از این بیشترش تغییر رنگ میکنه، سیزنش تغییر میکنه. امیالم کم کم تغییر رنگ کرده. آخرش از بخیر. همین هفته شاید که آخرش باشه دیگه. هفته شاید که سبز. از این گودی پران بازیای سابق با ما قصه چی گپ بود؟ خوب بود. گودی پران بازی هم کردیم. هفته قبلی هم با دوستا آمده بودیم. خوش گذشت برام. به شک خدا. این یک ذره بارندگی کمک مشکلات پیدا شد. اگر نه خو ما پلان داشتیم که بیایم یک گودی پران بازی بکنیم. ما خوش شوقی گودی پران بازی استیم دیگه. با اون گودی پران بازیای گلگوندی دیگه. دیگه هفته دیگه آمد ان شاء الله میهمان میشیم. توکل به الله. توکل به الله. چی گفتنی و چی پیام داری برای مردم ما؟ کدام گفتنی خاص ندارم به مردم. ما می گفتنی ندارم که بیان از کشور خود، از ملت خود، از ولایت خود دیدن کنن، تفریح کنن، چون که چیزایی که خداوند خلقت و دیدن است، استفاده کردن است. از اینکه خدا به خانه حبس کنن، چرا که حتی خداوند روزهای جمعه را بر رخصتی تخصص داده. باید بیان از دیدن کنن، از چون سایه است استفاده کنن. یا با هوا دیگه پس فراهم نمیشه. عمر اگرچه پرغرور است لیک فانی می شود. اما ترس نه؟ یک وقت پلک میزنی سعی میکنی که میگذره خلاص شده عمر رفته. بعد از او که دیگه بازار چی خود بیایی دار درخت زیرش بشینی و بخوای لذت ببری باز لذت نداره. هرچی از خودم یک سیزن میگن داره و سیزنش وقت داره بشک. ما که دلم میشه که از وطن دارم خداحافظی بکنم و دیگه تصویر گرفتن بس بکنم. او بچه امی توی ظالم هستی به خدا. امی هر دفعه که ما میگم که بان کمی برنامه رو طولانی تر میگیریم میگنی امی که بست است دیگه. مرا بانین که من کت مردم خود یک دقیقه لذت ببرم، کت مردم خود یک دقیقه صحبت بکنم، کتشان یک دقیقه درد دل بکنم. چی مزه میته می قصایی که کت وطن دارای خود میکنیم. نام خدا جوان هستن، جوانای کشور ما و شما هستن. آدم کیف میکنه کتشان صحبت میکنه. با خصوص همین برادرای ما که داماد بودن، نام خدا مت خانوادگی آمده بودن، خوب چکرها ریجه زدن از جلال آباد. نام خدا بسیار یک شهر سرسبز از خودش هم دیگه لذت بردیم، کتشان صحبت کردیم. خدا کنه که شما از برنامه لذت برده باشین و این وعده است ان شاء الله که از این بعد سفرهای ولایتی خود را به خیر آغاز بکنیم و هر بخصوص ولایات را که شما خواستین، هر ولسوالی را که شما خواستین میتونین در کامنت بر ما بگوین و ما در اون منطقه میریم و براتون گزارش تهیه میکنیم و خدا کنه که گزارش امروز هم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی که من احمد نوید حیدری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به الله بی‌نیاز مسپارم. اینما که من با انگیزه میایم، من تا جایا تصویر میگیرم و ویدیو براتون میگیرم، گزارش تهیه میکنم. شما یک کمک ما را حمایت بکنین، یک لایک و یک سابسکرایب و یک آن کامنت و اینا که ما هم یک ذره پر انرژی تر و با انگیزه تر براتون گزارش تهیه بکنیم. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگارتان. الله نگهدار.